موسا خسته نباشی. سلامت باشی. میگم فوت کوزه‌گری رو یاد گرفتی؟ آره دیگه. چی بگم؟ این که میگم فوت کوزه‌گری کجاشه؟ تو لعابش. وقتی لعاب میزنی باید یه فوتی بکنی گرد و خاکش بره. به اون میگن فوت کوزه‌گری. البته فوت کوزه‌گری تو زندگی خیلی سخت‌تر از اینه. درسته؟ بستگی به آدمش داره. اینجا سلام. آره این الان گیلش خراب شده باید درست کنم. یه گره بهش خورد. اون گره هر موقع درش بیاری. آره نه اونجا هر وقت خوش شده این هر روی آوردی انداختیش بالا. آره دیدم. یه جا توی فیلمی بود داشتن نشون میدادن کوزه پیدا کرده بودن. مال چند هزار سال پیش بود. اوستایی که داشت کوزه درست میکرد شعری که میخون تا صوتش داخل کوزه مونده بود. صداش داخل کوزه مونده بود. تونسته بودن در بیارن. Mm-hmm.